آینه انتظار تو خالیست حالیا، نزدیکتر بیا ای صاف و ساده پرور و یک روی و بریا، نزدیکتر بیا. با عرض احترام سلام سلامتا صاحب کرامتا، ای اولین مقدمه نور انبیا، نزدیکتر بیا. در این ماه شریف رمضان در اوج عبادت و ریاضت، نزدیکتر بر خدا شدگان قرابت با خدا جستگان را مبارک باشد میگویم. من علکه 15 روز این ماه شریف سپری شد. مومنا خسته شده، روح و روان تو شوم ای خدا، صدقه ماه رمضان تو شوم. در ماه رمضان یک کیفیت خیلی جالب، یک احساس عجیب فرا میگیرد انسان را و میخواهد برنامه را به این ماه بخشیده باشد، اما برنامه پرنده های مهاجر است و باید وابسته بر مهاجرت باشد. فرهنگ، معنویات، خب یک کمی سیاست هم و برنامه پرنده های مهاجر را باز هم حسن آغاز بخشیده. ابتدا باید سلام میگفتم و سلامی ما در داخل همین شعر بود: السلام مخلصان ماه احسان و دعا، السلام دوستداران کلام مهرزا، السلام بر مشتریان برنامه پرنده های مهاجر. با همه شما سلامتی میخوام، عمرتان دراز، رزقتان فراخ، دسترخوانتان پرفیض، خاندانتان آری از غم و اندوه دنیا باشد و باشیم و در خدمت خلق عزیز باشیم. امروز برنامه را چنین نامگذاری کردیم که هم وابسته بر ماه رمضان هم وابسته بر مهاجرت است. بیا تا دست همدیگر بگیریم، یعنی بیا تا قدر همدیگر شناسیم گفتن هم می شود. میدانید چرا همین خیلی موضوع برآمد؟ اولا ماه شریف است و دستگیری همدیگر بودن خیلی موافق و مناسب این ماه هم هست. در دیگر ماه ها هم هست اما در رمضان بیشتر. باز چون در برنامه های پیشین خیلی ها شکایت میکردند که ما همین خلق تاجیک در روسیه در مهاجرت یک کمی به صاحب برین، یا شاید عموما به صاحب برین، نه سفارت کاردارمان می شود، دستگیرمان می شود، نه حکومت کشور دستی کمک دراز می کند. در خصوصا در همین عین شیوع کرونا دیگر ملت ها را دولتشان دستگیری کردند تا قدر توانستند که برایشان نقلیات آماده کنند، خواه هوایی خواه زمینی، و خلق خود را جمع کرده گرفتند. اما تاجیکان خیلی سرسانی و هراسانی ها از سرشان گذشت. از روسیه آغاز شد، خیلی فرصت در دیگر جمهوری ها هم تا آمدن بر تاجیکستان ادامه یافت، حتی در قزاقستان هم در یادتان باشد. و همین خلق عزیز پیوسته در زنگهایشان البته می گفتند که ما به صاحب برین. برای همین هم فکر کردم چی باید نامگذاری کرد برنامه را. ما به صاحب نیستیم، ما صاحب داریم. صاحب ما بالاترین، والاترین، صاحب ما حرفش گواراترین، پندش شیواترین است. صاحب ما خدای کریم است. و در این ماه رمضان دیده یک خبری خوش شنیدیم، بابای دانه را آزاد کردند و خدا خواهد خبرهای خوش شنیده باشیم. گفته امید میکنیم، دعا میکنیم. برنامه پرنده های مهاجر است. لایک خود را دریغ ندارید تا که نوار پهن شود و دیگران هم تماشا کرده باشند. وقتا همین خیلی نامگذاری کردیم، یک مصرع شعر برین بیا تا دست همدیگر بگیریم. یک از پیش نظرم خلقهای گذاشتن که بیشتر برادریشان استوار است. مثلا در تمام دنیا مردم چین هستند، چینیان هستند، خیتایی ها. اگر در یک کارگاه نو یک نفر
خطای کار به کار درآید، تا سال آینده البته چندین نفر می شوند و در راهبریت هم یک چند نفر از اینها کار می کند، فعالیت می برد. چرا چنین باشد؟ همدیگر را دعوت می کنند، دستگیری می کنند. در کشورهای اگر کارخانه ساخته باشد، بیشتر از مردم خودی همان کشور، بیشتر از صاحب وطنان امتیاز بر مردم خودشان می دهند. باز دعوت کرده گرفته می آرند دیگران را. انا همین خیل یک دیگر را دستگیری می کنند. چرا ما نمی توانیم؟ چرا ما نمی توانیم؟ مگر می شود که سفارت کمک نکرد، کشور صاحب دولتان کمک نکردن، گفتن نشینیم ما باید 5 انگشت در یک مشت باشیم و کمک رسانی همدیگر باشیم. گفته همین نام را انتخاب کردم. بیا تا دست همدیگر بگیریم، بیا تا قدر همدیگر شناسیم، که بر ناگه ز یکدیگر نمانیم. بیا تا قدر همدیگر بدانیم، بیا تا مهربانی پیش سازیم، به مشتی برق و زر خود را نبازیم. و خیالم یک حادثه خیلی زیبای از زندگی نامه از زندگانی عمر خیام آمد. عمر خیام را البته همه شما میشناسید، نیشاپوری بود، از رباعیاتش میشناسید. حتی رئیس جمهوری روسیه را باره روزنامه‌نگاران پرسیده بودند که کدام شاعر پسندیده ترین شاعر برایتان هست؟ او گفته بود البته عمر خیام. خیامی ما را گفت. دیدید چقدر آبرومند نفرانه داشتیم در تاریخ اجدادان خود. خیام را یک مرد پرسید چرا مردم ثروتمند یک کمی خودخواه هستند و مردم عادی، مردم همین عرف بیشتر کم بزاعتون، کم بغلترها با همدیگر مهربان هستند، بی‌غبار هستند. میگن که سیرت و تینتشان یک خیل، باطن و ظاهرشان یک خیل است و ریا ندارند، جلوه نمایی ندارند. خیام با آن مرد گفت به همین شیشه تیریزه نگاه کن. مرد شیشه تیریزه را نگاه کرد. در بیرون کودکان دوتاز داشتند، بازی داشتند و خیام گفت چرا میبینی؟ آن مرد گفت کودکان را میبینم که کوچه را به سر برداشته خرسندی میکنند. خیام پرسید خوب است؟ آن مرد گفت بله خیلی خوب است، خیلی گوار است. بعد عمر خیام گفت پس اکنون نگر بر شیشه آینه که در نزد توست. مرد بر آینه نگریست. گفت چرا میبینی؟ خودم را میبینم. چطور است؟ آن مرد گفت خیلی خوب است، این من هستم. خیام گفت بین شیشه تیریزه و شیشه آینه رونگری کم در آینه ارزانبهای است، کم در نقره ارزانبهای است که آمیخته با دیگر زهرات کیمیاوی، دیگر ماده های کیمیاوی است. کمتر یک نقره دارد، اما چون مینگری خودبین میشوی، خودت را میبینی. همگی اندک نقره ارزان ترین، اما شیشه که نقره ندارد کوچه را میبینی، همدیگر را میبینی. ثروت انسان را کم 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 نامعلوم از خود میبرد. بر حرص دنیا، بر مال و جهاز پرستی آهسته آهسته ورود میکناند. اما دنیا که در قرآن عظیم و شان است، با قنات یک پشه نارزید، بر پرستش ما نمی ارزد. دنیا دون پرور است، دونان را می پرورد. گپ در سری دنیا پروری نبود، گپ در سری آن بود که بیا تا قدر همدیگر بدانیم، بیا تا دست همدیگر بگیریم. و دیرباز در این برنامه یگان نفر از ما در چنین موضوع حرفی هم نزد که کمک می خواهد و همین روز فرصت هم هست که می توانند در این برنامه بگذار کمک هم خواسته باشند. ماه شریف است، دلها نرم است، شیطان ها زنجیر بند هستند گفتیم و از همین فرصت استفاده کرده می توانید در این برنامه نیازهای خود را ابراز کنید، رازهای خود را هم
راجع به همین موضوع حرفای خود را هم گفته باشد. رقم موبیل ما در پایان نوار آورده شده است، می توانید زنگ زنید. البته خیلی ها عادت کردند که این رقم را میدانند، از یاد کردند، عادت هم کردند که باید با همین رقم زنگ زنند. در آغاز برنامه چون بابت سلام گفتیم به شما سلامتی میخواهم، در این برنامه من هم کم ترکه درباره سلام آماده کردم. هر مسلمانی که سلام میدهد فرشته ها برایش 70 مراتب صلوات میگفتند و هر مسلمانی که هنگام واخوردن بار یکدیگر سلام را دریغ می‌دارد، یعنی سلام نمی‌دهد، فرشته ها 70 مرتبه لعنت می‌فرستادند. عبدالله ابن مسعود این حدیث را نقل کرده و در کتاب بحر العلوم نوشته هم شده است همین حدیث. پس سلام را پایدار نگاه دارید. اگر با نفر هم کمتر که آزردگی داشتید، قهری شدن خوب نیست. اندکی در دلتان آزردگی هست، چون مینگرید و سلام داده میگذارید، همین آزردگی را برطرف میکند. جاذبه دارد کلمه، معجزه دارد کلمه سلام. سلام علامت دوستی، انسان ها را به هم نزدیک میکند، مهر و محبتشان را افزون میکند بینشان. و گفتن سلام سنت، گفتن علیک فرض است. چون یکی از نام های خداوند هم هست از سلام. در بعضی جایها گفتنش جایز نیست، در جایهای ناپاک مثلا، و به کسی که با کاری حرام مشغول است مثلا گفتن سلام جایز نیست. اینچنین نفری که قرآن هم خوانده ایستاده باشد یا در حالت تکبیر گفتن است، در حالت اذان گفتن است، با او هم سلام گفتن جایز نیست تا دمی که گفته می شود اذان را یا نماز را گذاشته می شود یا از قرآن خوانی فارغ می شود، با او سلام علیک کردن جایز است و موافق حدیث شریف ممکن نیست با نفری که قرآن می خواند سلام گفتن. و اینجا باز کسی که سلام دادن به کسانی که امکان پاسخ دادن را ندارند ممکن نیست، مکروه است. سلام دادن و پاسخ گرفتن علامت دوستی باشد هم اگر پاسخ گفته نتوانند بهترش به آنها سلام ندادن بهتر است. هستند نفرانی که امکان ندارند. خب هنگامی سلام خم شده تعظیم کردن مکروه است، اما متاسفانه یک عادت هست، میگویند از روی آداب، یک عرف مردم ما هست که دست کشیدن از آن نمیتوانند. شاید از سر همه ما گذشته تا حالا هم ادامه دارد که کلینچک ها با زبان نیو با تعظیم سلام میگویند، هرچند احترام است میگویند، اما به هر حال تعظیم غیر از پیش خداوند و کسی دیگر جایز نیست. در وقت دیدار پس از سلام دست داده سلام کردن هم سنت بوده است، موافق فرموده رسول اکرم درود بر روانشان. مصافحه میگویند یعنی دست داده سلام کردن این سلام را کامل تر می ساخته است. و باز در یک حدیث دیگر آمده که اگر کسی که همین خیل سلام کند دست داده و خوردی میگویند در ما تا رها شده رفتن آنها گناهایشان بخشیده می شدند. خیلی حدیثی زیباست. شنوندگان عزیز، بینندگان گرامی قدر، برنامه پرنده های مهاجر است. فراموش نکنید زنگ زده راجع به موضوع امروزه می توانید فکرهایتان را هم ابراز کنید. بیا تا دست همدیگر بگیریم، بیا تا قدر همدیگر بدانیم. خصوصا در آن برنامه‌ای که خیلی بیشتر درباره عزت امان حرف زده بودند، همین موضوع بود که می گفتند ما به صاحب شدیم. پس تا دم عزت رها می یابد دست همدیگر گرفته 5 انگشت در یک مشت بودنمان بهتر است. من چنین می شمارم، من چنین گفتنی هستم. به هر حال خداوند هست که دستگیری ماست و همدیگر را به خاطر او دوست داشتن و همدیگر را به خاطر خداوند دستگیر بودن باعث محبت او هم میگردد.
بعد فشارهای زمستان بهار هست، پروردگار هست. پاداش خوب و زشت همه کردگار هست، پروردگار هست. غم دادگر نمونه یک امتحان پذیر، ظلم فلک نگیر. باور که خود افادگری اعتبار هست، پروردگار هست. ای دل که در کنار محبت تپیده جای رسیده، میهن مبارکت اگر اینجا قرار هست، پروردگار هست. در جانماز شب که عبادت به غایت است، خواهش رعایت است. پاس تمام قطره اشک قطار هست، پروردگار هست. دست مدد، کمال نکو، نام، آبرو از بارگاه او. ما راضی بودنش چقدر افتخار هست، پروردگار هست. خداوند نگهبان همه شما باشد و باور داشته باشید که هست و نگهبان خواهد بود. رقم موبیل ما در پایان این برنامه هست و واقعا تلویزیون پیام با کار شروع کرده. خیلی در برنامه با شما رکلام این تلویزیون را گفته بودیم، رکلام را گرفته گذاشتم، یعنی که شما میدونید و نفرانی که پیوسته میپرسند برنامه کی صدا میدهد و بابت دیگر برنامه سوال میکنند. برنامه سیاره مثلا بزرگان در صفحه تاریخ، آستانه، ترازوی اعمال، برنامه دیدگاه و همه برنامه های پیشینه، برنامه های نو و نو نیست که در آنلاین برگزار می شود، می توانید در این تلویزیون پیام پیگیری کنید. طرز درستی پیوستن به این برنامه را به این تلویزیون را در رولیک رکلامی ما گفته گذاشتن و مرحمت. حالت تکنیکی است، معذرت میخوایم از شما. یک کمی ناجوری در خط علاقه با عمل آمد که رکلام را البته در بهتر میگذاریم. البته پیگیری کنید و آن را برخوردار باشد که چگونه باید پیوست با تلویزیون پیام. خیلی باعث خوشنودی مشتریان ما، مخلصان ما هم شده است که پیوسته چون میپرسیدند که ما کفا ماندیم ندیدیم برنامه را، آنها میتوانند تماشا کرده. پرنده های مهاجر، پرنده های غریب، کجا شده زمیهن برای نان و نصیب. پرنده های مهاجر عین حال شاید پای عبادت هستند، در برخی جایها علاقه افطار کرده شدند. مثلا در وطن عزیزمان شاید پای ترابه هستند که ما را پیگیری کرده نتوانستند. باور دارم که بعد صدا دادن برنامه بعدا البته می پیوندند تماشا میکنند، چون ثبت در یوتیوب میماند. یک اعرابی، مرد عرب، در یک بیابان بی‌پهنا به سفر میبراید. توشه راهش را در بالای شترش میگیرد. توشه یعنی خوراک و اندک شاید پوشاک هم باشد، آب حتمی میگیرد، براه میبراید. بیابان است، چون اول آب و هوا سنجان نبودند و این مرد براه برآمده خیلی راه میپیماید و یک باره طوفان سختی برمیخیزد و ابرپاره ها آمده روی ماه را پناه میکند و ماه که در قفای ابرپاره ها میماند، بیابان تماما تاریک میشود. مرد چهار طرف را لمس کرده میبیند که شترش در کنارش نیست. بعد غم زیر میکند، میگوید بالای شتر خوراک من هست، آب هست. من در این بیابان از تشنگی و گرسنگی میمیرم. راه خیلی تا قفا هم دراز، تا رفتن سوی
و پیش هم دراز است. پس همسر و فرزندان من به من چی کار میکنند؟ خیلی اندوهگین می شود. دست بر آسمان برده از خدا می خواهد که شترش را پیدا کند. بعد یعنی هوا خوب شود. ناگاه شمال باز می ایستد، ابر پاره و پریشان می شوند و مهتاب باز هم چهره می نماید که بیابان را روشن می کند. این مرد خرسند می شود چون شترش را در می یابد، توشه راه را هم خرسند می شود. بر آسمان می نگرد، می گوید ای ماه، الها مرتبت بلند باشد. بعد یک کمی فکر می کند، به آسمان نگاه می کند، می گوید ماه به این هم مرتبه بلند دارد. باز فکر می کند، می گوید ای ماه، نور رویت منور باشد. باز خرسند می شود از دعای کردش. یک کمی اندیشه می کند، می گوید مهتاب به این هم روشن است. انعکاس می کند نور خورشید عالم آرا را. بعد مراتبه سیوم به ماه می نگرد، می گوید ای ماه، در دل هر چه آرزوی داشته باشه همانجا میعمل پوشد. من همین آرزوی مرد اعرابی را برای شما گفتنی هستم. بگذار در دلتان هر چه آرزو دارید، ارمان دارید، جامعه عمل پوشیده باشد. گفته تمنا میکنم. امرالله آتاقولوف نوشتند سلام اپا، در تاجیکستان افطار کردیم. نوشتند اشتهای تام، روزه ماه شریف رمضان قبول باشد. امروز 15 روز شد. باز هم یک ماه پرنور و ضیا میگذرد. باز هم یک ماه پرفیض و سخا میگذرد. شهرریز آمده با نور صفا میگذرد. مومنان از پی ماه رمضان گریه کنید که کم آمده و باز کجا میگذرد. گمانم دیروز آغاز شد رمضان. باوری کس نمی‌آید که 15 روز را سپری کردیم. واقعا هستند نفرانی هم که روز را میشمارند. 15 روز دیگر ماند. خیریت میگفتگی ها هم هستند، چون که اینها از فیض و از برکت و از این همه بزرگی این ماه آگاه نیستند. شاید که تنها در تناول میبینند، تناول نکردن میبینند، اما هر روز، هر ساعت، هر لحظه ما غنیمت است. من هرگز گله نمی کنم که زنگ نزدید. چرا؟ اگر با عبادت مشغول هستید این راه بهتر است. اگر در تراویح هستند، اگر اکنون آمادگی میکنند میبینند بر افطار، مثلا تا افطاری ما 2 ساعتی دیگر باقی است و دوام این لحظه ها میخوام با شما در تماس باشم، گفتگو کنیم. زنگ زده باشید، فکر خود را راجع بر موضوع امروزه که بیا تا دست هم دیگر بگیریم نام دارد ابراز کنید. کم نیستند تاجیکانی که در روسیه دست هم میگیرند. مثلا همان جمعیت تاجیکان که در شهرهای بزرگ، در ولایت ها هستند در روسیه، اینها را از جانب سفارت، از جانب یکان نهادهای دولتی تشکیل کرده نیستند. خود مردم تشکیل کردن، خود مردم تأسیس دادن. جمعیت تاجیکان گفته کار افتاده می رود، با کار تامین می شود، تامین تا قدری توان تامین می کنند و همه این نفرانی که در حالت کرونا جان از دست دادند یا مال و دارایی از دست دادند تا برگشتن نتوانستند، این همه را همین تشکیلات ها بر ذمه داشتند که از پی تامین، از پی بهبودی مردم را درست کردن، تامین کردن بودند. جمعیت های تاجیکان اینها هم البته دستگیری کنندگان هستند، دستگیری همدیگر هستند. در مسکو مثلا عزت امان بود، ما در کراسنایرسک بودیم، اونجا بود مرد. در بسیار جاها باعث خوشنودی است که حتی بانوان هم، زنها هم این راه را پیش گرفتند.
در شهرهای از روسیه زنها رئیس تاجیکان هستند از تاجیکان خودمان. این باعث افتخار است. توانستند با سر ضعیفی خود یک تشکیلات تأسیس داده پای دستگیری مهاجران باشند. در همین غریبی ها همدیگر را دستگیری کردن، در کنار همدیگر بودن، در خوب و هست و نیست زندگی خیلی خوبه هم هست. زنگینم یعنی علاقه برقرار شده. السلام علیکم. خب صدای کودکان است. خوب است. السلام علیکم دادر. خاموش کردن. یک حالت عجیب است. همین ماه رمضان می شود، کودکداری از سر همه ما گذشته است. کودکان را سیر می کند، یک کنار می گذارند که در وقت افطار اینقدر شبخون نکنند، غوغا نکنند، خلال نرسانند. اما باز هم عین فرصت تناول می آیند کودکان غوغا می کنند. این هم فایز دارد. زنگ دیگر را قبول می کنیم. السلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام برادر یا دادر. خب بفرمایند. اپای عزیز نازت اینجا خوبه؟ سلامتی خوبه؟ البته شکر خداونده که این همه ماه روزگار شریف خوب بزرگ مناسب به دید. شما مبارک باشد. تشکر دادرم. به همه درون انا مردم توجیک سلام علیکم و رحمت الله. ماه بزرگ به همه برادران مؤمنان مسلمانان خداوند مبارک باشد. ما هم غریبی ده همه روزه گرفتیم و کردیم در حق همه برادر و غریب انا خانواده خطیشتیم خطیر فرزندو تماشا کردیم شما را نمی‌جویم. سو برنامه خوب بهترین بر کل اهل عائلتان سلام و درود میگویم. جمع شما را خداوند نگهبان باشد دایما. سلامت باشین. در کسب خداوند برای کار کرد. بسیار تشکر. برنامه خوب. خب زنده باشین، سلامت باشین. ما تماشا کردیم شما را. ممنون هستیم که تماشا میکنند. من باور دارم که تماشا میکنند و سری دسترخوان افطاری باشد شاید فرصت ندارند برای زنگ زدن یا امکان ندارند. بسیار خوب. خداوند عمر فرزندانتان را. ما همی پدر مادر خرید برنامه شما رو تماشا داریم. در غریبی بسیار برنامه ناز، بسیار برنامه خوب. خداوند همه برادران نگهدار باشه. در این ماه بزرگ برای کار سلامت باشین. بهترین تشکر. برای نیت های نیکتان، برای تمنیات نیکتان تشکر دادرم. ایمان به امان آمد، ماه رمضان آمد. شیطان به فیغان آمد، ماه رمضان آمد. در روز سعید عید از دار همه مسجد آواز اذان آمد، ماه رمضان آمد. این ماه کبیران است، بر نفس امیران است. پیروزی ایمان است، مظلومه شیطان است. احسان به فقیران است، شفقت به اسیران است. بر ظلم زیان آمد، ماه رمضان آمد. ماه رمضان هنوز از دوره های ما که در زمان شوروی زندگی میکردیم آن وقت هم ماه رمضان فیض داشت. خیلی یک نور و یک برکت میبارید در ماه شریف رمضان. در خانه همین نفران خیلی کم بضاعت هم یک چیزهای لذیذ پیدا می شدن، روزگیری می کردن. بود این خیلی فیض بود. در چهره همه یک مهر و محبت خاصه خوانده می شد از نگاهشان، از چهره هایشان. یک لطف و مرحمت و مهربانی در گفتار خیلی هویدا می شد. یک معرکه خوبی بود. روزکشایان می گفتن جمع می شدن خانه کسی، روزکشایان می رفتن جمع می شدن خانه خیشتباری دیگر. هرچند عینی حال از چه باشد که در کشورمون این گونه مراسم ها را از بین بردند، منع کردند، اما خیلی خوب بود. خیلی تراوت ماه رمضان را باز هم بیشتر میکرد، فیض و فتوحش را باز هم بیشتر میکرد. همین عرف یک عنعنه روزکشایان باز مهر و محبت همدیگری را هم
پایدار نگه می داشت. گپ فقط در سر دسترخوان آرستن نه، دیده به دیدار می رسیدن. دانه که چیست دولت؟ دیدار یار. دیدن زنگ دیگر را قبول می کنیم. السلام علیکم. یوتیوب خود را خاموش کنم. الو. بله گوش می کنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. گوش می کنیم شما را. همه برنامه شما را تماشا کردید، مثل برنامه دلنشین. خب انا همه که گفتن در حق همه مسلمانای کل تاجیکستان دوگو باشین شما مسلمانای غریب. البته دعاگو هستیم. دعای عامه را خداوند قبول میکند. دعاگو همگان باشند. مسلمانان غریب گفتند نه، بیایید غریب نمیشویم. در ماه رمضان همگان مهمان پروردگار که هستیم، مهمانان خداوند که هستیم، ما در خانه خود هستیم. هر کجا باشیم خانه ماست. من مضمون یک جمله را نمیفهمیدم. دوستداری وطن ایمان است، حب الوطن من الایمان رو میگفتن. درست درک نمیکردم. میگفتم همین وطن خودمان را اینجا گفته شده است. بعد آهسته آهسته آموخته بینم این وطن اجدادی ماست. وطن ما کجا بود که از آنجا رانده شدیم؟ بعد دوست داشتن و به خاطر همان وطن زندگی کردن، به خاطر همان وطن عبادت کردن تا برگشته به همان وطن رفته باشه. این بهشت است. دوست داشتن بهشت ایمان است. این بهشت حقیقی است. بهشت گفته تاجیکستان را هم میفهمند، اما بهشت حقیقی را من در نظر دارم. نه، وطنی که آنجا اهل ایمان، اهل تقوا، اهل سواد پشت پنجره می شوند. اندوهگینانه یک خبری را قرائت کردم که آنجا از بازداشت شدن خیلی امام خطیبان در دوشنبه شهر گفته شده است، در پایتخت وطنمان. در حقیقت باعث افسوس، تاسف است. چرا بازداشت میکرده باشند؟ یک سبب شاید این باشد که آنها مردم بیدار که هستند، مردم بیدار را اداره کردن دشوارتر است و مردم بیدار انگیزه دارند، نور دارند که اطرافیانشان را هم از بیداری برخوردار کرده می ایستند. حرف حق میگویند، بابت حق میگویند و شاید سروران نمیخواهند که مردم واقف از حقیقت باشند و اینها را از مردم جدا میکنند. یک فیلسوف گفته بود زندان دیوار است میان اهل درک و اهل فهمش و مردم عادی و این زندان نگاه می‌دارد تا به هم آمیزش نیابند. با هم که آمیختند، خیلی از کشورهای دیکتاتوری مردم بیدارا که اداره کرده نمیتوانند، زیر ظلم و زیر تعدی گرفته نمیتوانند. انا همین طور. خب برنامه پرنده های مهاجر است بر کل مهاجرانی که نوابسته از دشواری ها در ملک هجرت روزه گرفته ایستادند. حالا خیلی از ولایت های روسیه سرد است، اما نوابسته از آن که با وجود آن که سرد است هوا، با وجود آن که وزنین است شرایط، اما باز هم روزه میگیرند، عبادت میکنند، ثوابشان 10 چندان باشد. بر همه آنها میگویم خداوند به کل آرزوهای نیکتان رسانیده باشد. رقم موبایل ما پایان همین نوار است و فراموش نکنید لایک گذارید تا نوار را همگان تماشا کرده باشند و پیوستن و نوار پهن شود. لایک شما باعث پهنشوی نوار می‌گردد و همگان تماشا کرده برخوردار می‌شوند از برنامه فرهنگی ادبی پرنده های مهاجر. باز آمدن ز رفتن خورشید دور نیست، چون زندگی است گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. این همه نفرانی که بیرون از وطن هستند
تاریخ تکرار یابنده است. تاریخ یک گویا زنده باشد مرحله های تکرار یابی دارد. سالهای بودند که دشمن خلق گفته نفران بیدار را بدرقه می کردند. دشمن خلق می پنداشتند. مردم می دانستند، بودند نفرانی که می دانند که اینها دشمن خلق نیستند، اما بودند نفرانی که بر فایده خود اینها را از چیزی می نوشتند که ضد دولت است. مثلا در کتاب خوانده بودم که فرمان شده بود که همگان در کشتزارها جواری مکه کارند. نفر سبزوات پالزی هم کشت کرد که مقابلش نوشتند و او را حبس کرده بودند. گفتند مقابل قانون دولت برآمد، دیگر چیز هم کشت و دشمن خلق برآورده بودند. ما در استرافشان یک تپگی داریم که علامه ناره میگویند در آخر گذر 41 واقع است. در همین کلمه ناره موی سفید نقل کرده بود برایم که اینجا خندق میکافتند، خندق های دور و دراز میکافتند و چکور بود. بالای آن قطار کرده میگذاشتند نفران بیداردل، نفران سوادناک، نفرانی که اهل کتاب هستند، میشناسند حروف فارسی را، الفبای عرب را میخوانند. همه اینها را قطار میگذاشتند و از یک سر خلطه بر سرشان میپوشیدند. دشمن خلق گفته میپراندند، در همون خندق ها خاک میپاشیدند و بار من شاهد آن بودم که باران قبرستان را شسته بود و چون آنها شهید هستند، باران قبرستان را شسته بود و خیلی نفرانی بالای هم خفته را هم دیده بودم. خب زنگ را قبول میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام خواهرم، گوش میکنم شما را. اپا جان آوازم رفته است؟ البته. می بخشید حاضر پرمای افیر نوار شما را دیدم، مخاجر یک اتنا دستگیری کردن. خب بله گپی من. بله ازبک زبان هستید معلوم که. بله من دینا یک نوار دیدم، یک زنک من سن پترزبورگ با مزشان نبوده. برای همون یا مخاجره بعد التماس داشتم که ممکن یاردم کنیم زنکو و مزشان خیلی وزمین بوده، کسلشان جگر سیروز بوده. برای همون خیلی به نزدیکی لیچه نگران میگد رگ میشد و دیگه میگد یاردم کردن نمیتونیم گفته است. برای همون مخاجره باید التماس میکنم، زوره میکنم روزه رمضان آبا ممکن شود دستگیری کنم یا یکم امین ممکن باشد یا یکم یاردم کنیم. گفتنی گپ همین داشتم ممکن باشد اگر لوجهش باشد همین مخاجره. خب البته خواهر جان، شما اگر سراغه را میگفتید نامشان لازم نیست یا یگان رقم کارتی را میگفتید؟ همش من به هسته واتساپ شما را میپرتم. خب بهترین در واتساپ گذارید، ما با پایان نوار میگذاریم چون نوار را تماشا میکنند. البته نفرانی هستند در ماه رمضان کمک میکنند. ممکن باشد 100 روبل باشد، 50 روبل باشد. مخاجره میخوام خیلی بسیار میدانم که حاضر بسیارشان دکیمنتشان نیست، بسیارشان کارشان نیست. یک زنه که دو تا گودکش بوده پرشتیست که خوردن نان ندارم، یگان چه هیچ ندارم، کارت ندارم، گفته گریه زوره انتجا دارد که زنم پرسیدم. برای همون دلم سوخت که همین یک زنک بیچاره بعد دو تا گودکشان بوده، شوهر نداشته، همین زنک دستگیری کنیم و یگان یاردم کنیم. 10 روبل باشد، 5 روبل باشد، همین قمقی که بو کارتایان همین چی بگد یاردم میشد حتما. البته همین جای مخاجر با اپرم میبخشی بود یک دیگه باشد. نه بهترین اقدام است. سببه که میبخشید اپا جان، من خودم با نمیپرسم، یک زنه که بیوه با میپرسم. ممکن باشد اما مخاجره طلب میکنم، زوره التجا میکنم که یاردم بکنن همین زنکای مخاجر با
بیوه بیچاره دو یتیمش داشته، نگاه میکرده که یگان کش نداشته، خیلی بزمینش احوالش بزمین بوده. دلم سوخت، خیلی گریه کردم که همه احوالش دیده. برای همون میبخشید باز البته بیزاده که دیگه باشم. حاجتی عذرپرسی نیست، حاجتی عذرپرسی نیست خواهرم. خوب است شما رقم کارتشان را گذارند در پایان نوار، البته میگذاریم. نفرانی که تماشا میکنند تا این نوار خیلی وقت در یوتیوب میماند، شاید سالها هم باقی ماند و تماشا میکنند. البته من باور دارم که کمک میکنند، خیرخواهان بسیار هستند، کمک میکنند. منم التجا میکنم که میپرسم که خداوند الهیم همین زنک باید سخت سلامت، همین پیشت گودکشان با مادرشان با الهیم سخت سلامت رو زیره مزام با همین دعای بسیار. خیلی مهاجران خیلی دشوار هسته که یاردم نکده نتوندم، الهیم دعا بکند که همین زنک سخت سلامت بگردن همین پیش آیلشان با. الها تشکر خواهر جان برای این اقدام نیکتان. تشکر. سلامت باشد شما هم. برای اقدام نیکتان تشکر، چون برای کمک کردن بر نفر سعی کردن زنگ زدن به ما. یک نفر واسطه می شود، یک نفر سبب می شود و نفر دیگر شرایط مادیش بهتر می شود. البته ثوابش بر نفر واسطه شده هم می رسد. بابت برگشتن حادثه های تاریخ گفته ایستاده بودیم. حوادث تاریخ تکرار یابنده اند. همان نفرانی را که دشمن خلق گفتند، خیلی هاشان فرار کرده رفتند از وطن، در کشورهای دیگر زندگی کردند و چون این همه حالت برطرف شد و حقیقت روی آب برآمد، یک برگشتند. اما برگشتنشان عادی نبود. این حال که خیلی نفران را خائن ملت، دشمن ملت میگویند میروند از وطن، برگشت آمدن اینها هم به حکمت نیست، چون برمیگردند با یک تأثیرات دیگرگون برمیگردند. در کشورهای پیشرفته میبینند، میفهمند، میآموزند، میآیند بر تاجیکستان، اطرافیانشان را تبلیغ میکنند که باید این گونه زیست، باید این گونه عمر بر سر برد. در تاجیکستان خیلی بسیار چیزها را نمیدانستم. حکمت دارد. هرگز یگان روز بر سر انسان آمده به حکمت نیست. آنچه که خداوند بر سرمان میآورد آن روز بهترین است. پس شاید میگفتند که کاش که این خیل نمیکردم، شاید بهترینش همین است. کاش که شما میگفته روزی بده بود. در تاجیکستان تمام همان کتابخانه شهریمان کتابهایش را از یک سر خوانده بودم قریب طول 30 سال و قهرمانی های بسیاری بود در آن کتاب ها. دیتکتیو مثلا میخواندیم، دیگر رمان ها بودند، پاوست ها، حکایه ها، نویله ها. اما من از قهرمانی ها، شجاعت، جسارت، از اینقدر بزرگی هایی که در عالم اسلام اصحاب کرام کردند، عالمان بزرگ کردند، من بیخبر بودم که در یک خود اندلوسیه اینقدر عالمان به دنیا آمده در عصرهای 9 10 تا عصرهای 13 14. در این همه سالها آنجا پایتخت فرهنگی اسلام بود اندلوسیه و اینقدر بزرگان بودند. عین حال هم خیلی از شهرهای اندلوسیه با همان نامهای پیشینشان ماندند. آنجا شهر از زهرا بود، کوردوبا بود شهر. اولین پرواز را عالم مسلمان کشف کرده. باری اول طرز دیدن چشم را مثلا ابن هیثم عالم مسلمان کشف کرده. تا آمدن زنگمن اینها را گفته گذاشتنی هستم. این هم یک دانستنی مفید است. ابن هیثم اساسگذار اپتیک است. ابن هیثم را با نام لاتینی الخزین گفته میشناسند در علم، اما نام حقیقیش ابن هیثم است. او طرز دیدن چشم را کشف کرده در زمانهایی که نه ذره بین بود، میکروسکوپ، نه یگان دستگاه بود،
چشم را کاملا آموختن و طرز دیدنش را درک کردن این خیلی مشکل بود، اما چه خیلی امکان پیدا کرده که این عالم کشف کرده. عباس ابن فرناس مثلا بار اول پرواز کرده است. ما نمیدانستیم که دستگاه پروازی را او اختراع کرده. من در همین شهرهای غربت اینها مرا آموختم. یک عالم دیگر داریم، الرازی. او محمد الرازی او چندین نمود بیماری های پوست را از خود کرده، بابت این گونه بیماری ها کتاب نوشته است، جراحی به عمل آورده است. از زهراوی 200 عدد اسباب جراحی داشت زهراوی که تا هنوزم شکل و حجم و طرز های اصول کاربریش دگرگون نشده. هنوز از عصرهای دهم ما گمان میکنیم که اکنون جراحی به یک عروج پیشروی رسیده. نه، عصرهای دهم خیلی از پیشرفت ها بودند. من زندگی نامه بیرونی را خوانده در حیرت افتاده بودم. سنه 11 ینور از آسیای میانه چون نگاه کنید، از این منطقه ها سمت غروب آفتاب سمت قبله است، کعبه است و جای غروب آفتاب را نگاه کرده سجده میکنند، مغرب. اما در دیگر کشورهای روی دنیا اینچنین نیست که آفتاب شینه مغرب باشد، دیگرگون است. و بیرونی، ابو ریحان بیرونی از همان قطعه آسیا روز 11 ینور آفتاب عیناً غروبش بالای سنگ کعبه بودنش را اثبات کرده. با کدام اسباب اثبات کرده؟ نخواد که با همان استرلابه که داشت تا این حد امکانیت باشد که ثابت سازد. اما خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. امروز هم عالمان این کشفیات او را تن میگیرند. مثلا گلوبوس را هم بیرونی کشف کرده بود. باز مریم استرلابی شنیده بودید؟ مریم استرلابی زن بود. مریم چرا استرلابی میگفتند؟ او در علم کیهان شناسی، اختر شناسی میگویند یا استرونومیا، در زمان خودش همتایی نداشت. استادان بزرگی را شاگرد ایستاده بود. پدرش هم ستاره شناس. گفتند نه، چی میگویند؟ استرولوژیا هست علم و استرونومیا هست. بیشتر این استرونومیا با استرونومیا وابسته. این را هم ستاره شناسی آن را هم میگویند، اما این ستاره شناسی وابسته علم است، پیشگویی نیست البته. انا همین طور. اما ما در مکتب های میانه واقف نبودیم که چقدر انسان های بزرگ به وای رسانیده عالم اسلام. برنامه پرنده های مهاجر بود. زنگ دیگری اگر هست زنگ، یا اگر زنگ نباشد شاید یک کمی دیگر ادامه میدهیم، 10 دقیقه دیگر ادامه میدهیم برنامه را و بعدا با شما خداحافظی کردنی هستیم. بابت عالمانی گفته ایستاده بودم که این هم مفید است، این هم خیلی مفید است. بابت عالمانی گفته ایستاده بودم که در اوج علم زینه های خیلی نمایان رسیده بودند. 300 نفر زنها بودند که در مدرسه ها درس می گفتند. 300 نفر محدثه ها بودند. درباره زیبانیسای مخفی در مکتب خوانده بودیم. دختر اورنگزیب عالمگیر، زیبانیسا و زینتونیسا 2 نفر دختر داشت و شما واقف هستید که زیبانیسا تا پایان عمرش ازدواج نکرده. در مکتب بر ما گفته بودند که در همان کتاب مکتبی هم بود که او پدرش نامزد را آنقدر انتخاب نامزد را طول کشاند، آنقدر چی میگویند بایتر میخواست، سزاوارتر میخواست که زیبانیسا پیر شد. نه، زیبانیسا با پسرمکش از کودکی یا فاتحه شده بود یا عهد و پیمان داشتند، اما او در یک جنگ هلاک شد، بیمار هم بود
و دیگر زبانیسا ازدواج نکرد. او تفسیر قرآن نوشته است. در این باره ما چیزی نمیدانستیم. تفسیر قرآن نوشته و این تفسیر را متاسفانه یکی از کنیزک‌هایش در جویبار افتانیده یا در روده که تا ما آمده نرسیده، اما علم کافی داشت در باب دین شناسی، قرآن شناسی، حدیث شناسی، علم کافی داشت. ما فقط شعرهایش را میدانستیم، باقی چیزی نه. در مکتب خیلی کم آموخته بودیم. خوب میشد که در مکتب هم از این همه علوم واقف می بودند. برنامه پرنده های مهاجر، بیا تا دست هم دیگر بگیریم، این موضوع امروزه برنامه ما بود. دست هم گرفتن، کمک رسانیدن بر هم دیگر. خیلی ها آنقدر کمک را پوشیده می کنند که واقف نمی گردد. برایتان در آخر همین برنامه خیلی یک پرتاثیر قصه را می گویم که وابسته بر همین کمک رسانی پنهانی است، خیر پنهانی است. نیکی کن و به آب انداز، می گویند که خیر کن که کسی نفهمد. در یک دهه مرد زندگی میکرد، نه اونقدر ثروتمند بود، دهقانی میکرد، در خانه مردم هم کشت و کار میکرد، در زمین خودش هم دهقانی کرده، قوت لایمات خود را، رزق و روزی خود را از پای همین کسبش در میافت. و هر روز مبلغی که اندک دریافت میکرد به خانه می آورد و بر نصف مبلغ یافتهش تمام شرابی که در مغازه ها، در دکان های دیه فروخته می شود خریده می آمد. شراب را، نوشاکی سرخوش کننده را می آورد خریده، همه‌اش را. و زنهایی که بیراه شده بودند اینها را دعوت میکرد بر خانه، شبانه جا میکرد. و همسر همین مرد که آگاه بود که شوهرش انسان خوب است، هر بار به کوچه می برآمد، زنهای همسایه می گفتند اگر شوهری تو وفات کند مردهش در کوچه می ماند، ما مرده او را دفن نمی کنیم. شوهری تو مرد فاسق است، مرد شرابخوار است، مرد زناکار است. و این زن دائما سرخم به خانه می آمد، بر همسرش می گفت با تو چی لازم؟ چرا این همه زنها را گرفته می آری؟ چرا شراب تمام دکانها را هر روز خریده می بیایی؟ و این مرد می گفت تو کاردار نباش، مرده من در کوچه نمی ماند، اگر من میرم میری شهر آمده گور می کند، یعنی دفن می کند، پادشاه شهر. اینها که در ده زندگی می کردن. زن در حیرت می ماند، اما گپش را به شوهرش گذرانده نمی توانست. یک روز در شهر پادشاه خواب دید. پادشاه خواب دید که مرد زیر درخت در سایه دم میگیرد، بر کلند خود سر گذاشته و آوان در هنگام دمگیری جانش برآمده است، خسته شده است، مرده مانده است، هلاک شده. و بر پادشاه صدای میرسد که این مرد بی صاحب را باید پادشاه دفن کند. یک بار از جای برمیخیزد، چه خواب دقیق، عجیب میگوید چرا چنین خواب دیدم؟ چرا من باید کدام یک مردی که در زیر درخت در سایه به کلندش سرمانده خوابیده است، جویبار، راه رفتن اون دیه همگی از خوابش انیق گرفته میخیزد. بعد وزیر را جیغ میزند، صبح بر وقت بود، میگوید آیا همین خیل موضع داریم در یگان دیه؟ وزیر میگوید بله داریم، این فلان دیه است. رهسپار میشوند، هر دو اسب میگیرند، سوار میشوند، رهسپار میشوند بر همان دیه. جویبار را میبینند. پادشاه خیلی در حیرت میماند که عیناً در خوابش همین موضع را دیده بود. راست میروند، درخت را پیدا میکنند، زیر آن مرد خفته را میبینند که گویا خوابش برده است اما مرده است. مرد را میگیرند، برمیگردند بر دیه‌ای که او زندگی میکرد. از نزد چایخانه میگذرند که مردهای بسیاری نشسته بودند، ساکنان دیه با هم گفتگوزار داشتند و می آورند. چون پادشاه و وزیر لباس های شاهانه نداشتند، وزیرانه نداشتند، عادی آمدند به آنجا تا که واقف نگردد همگان، چون در همان زمان هم چاپلوسان بودند که دست پیشی برگرفته می آمدند و او از سعی کردهش پادشاه ویران می شد، امیدی کردهش آن سعی پیش گرفتهش. و
نزد آن مردم می آید، می گوید نفری مرده مانده است در صحرا، باید او را دفن کنیم، جنازه تشکیل کنیم. سلام و درود با بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC 5:6. شنوندگان عزیز، با حالتهای تکنیکی با وجود آمدن یک ناجوری‌های در خط علاقه که صدا کمی پاس شد و ادامه میدهیم. یک کمی دیگر مورد از قصه که نگفته. خلاص این مرد را قبر نمی کنند، دفن نمی کنند، همدهگانش و پادشاه همراه وزیرش میبرد دفن می کند، همراه جنازه می خواند و چون می خواهد بر خانه زن روند و آیلهش را واقف کنند که دیگر همسرش در قید حیات نیست. میآیند بر خانه آن زن، میپرسند همگان را که خانهش کجاست. آن زن خیلی گریه میکند خبر را شنیده. بعد پادشاه میگوید همسری تو چگونه آدم بود که مردم دیه از دفن کردنش دست کشیده بودند، هنوز در آوان زنده بودنش گفته بودند. آنگاه زن میگوید همسرم انسانی بهترین بود، هر روز مهنت میکرد، پول یافته میآمد برای آنکه مردم دیه شراب ننوشند و گناه نکنند. تمام شراب مغازه ها را خریده میآمد. ما در خانه این همه را بر یک چاه چقر می انداختیم، همراه شیشه هایش گور می کردیم و او هر روز زنهای از راه بیراه شده را می آورد، تربیهشان ویران شده را می آورد، در خانه امری معروف می کرد. باقی مانده پولهای یافته آمدهش را به آن زنها تقسیم می کرد. برای فرزندکان فقط نان خوردنی بود که زنده مانند و این خیلی زنها در دیه از راه بد برگشته بودند. بر نیکی خیلیشان فرزندانشان را بانی کردند با همین پولها و دیگر بدکارگی نکردند و فقط میگفتند که این کارت را نکن، مردم نمیفهمند تو را.
دیگر مردد را دفن نمی‌کردند، شوهرم میگفت که پروا نکن، اگر من از دنیا گذرم میر شهر، پادشاه شهر آمده دفن میکند. و همین طور مثلا میخوام همین طور پادشاه شهر آمد مرده او را دفن کرد. شنوندگان عزیز، چون گفتیم که حالتهای تکنیکی با عمل آمده، ناجوری ها در خط علاقه، من در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های دیگر در پناه خدا باشد. باز در کدام موضوع میخواهید برنامه کرده باشم میتوانید در همین پیام هایتان که پهلوی نوار است نویسید. ما البته وابسته به همان برنامه، وابسته به همان موضوع برنامه ها را تشکیل خواهیم کرد. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر.